سیاسیه نه آتیش بازی سیاسیه نه میدونم چی بگذره توی مملکت نه میدونم که به کجا حمله کرد ولی میدونم که دیگه خسته میاد و هر چیزی انرژی هسته میخواد اگه قبول نباشه توی قلم بهت میتونم نظر بسته یکی مثل بابا واسه خونواده مثل عدد بده یه روخ شوخ ساده مثل عرق سقف واسه آسمون و بارون اگه رد و برق نبود میکردم آسمون رو داغون امیرعلی امیرعلی پاشو مامان حسین اومده. دیدمش. تو چرا همیشه دروغ میگی؟ دروغ نگفتم بهت. قرار بود بره کاراشو تحویل بده. تو خب گفته بودی یه هفته نمیاد خونه. خب قرار بود نیاد. پروازش کنسل شده. پروازش کنسل میشه تا من حرف بزنم تو مریض میشی اون نباشه حالت بد بشه. یه دفعه بگو من نباشم خودتو راحت کن دیگه. کی این حرفا رو به تو زده ها؟ کی گفته تو نباشی من راحت میشم؟ پاشو پسرم. پاشو بیا پایین. پاشو مامان. اینجایی؟ آره. امیرعلی بالا؟ آره. خسته نیستی؟ یکم استراحت کن بعد ادامه بده. نه بابا میدونی که باید این کارا رو برسونم به یارو. چای میخوری؟ اگه تو چای میخوری منم میخورم. الان میاد. مرسی. ولش کن. فایده نداره. دوباره بسازمش. از شما دیگه نمیخواید بچه‌تون رو نگه داره؟ آقای قاضی من نگفتم نمیخوام نگهش دارم، گفتم نمیتونم نگهش دارم. خرجش زیاد شده من پسش بر نمیام، هی بهانه گیری میکنه، به حرف من گوش نمیده. پسره، پدر میخواد. پسرتون دیگه بزرگ شده، باید مسئولیتش قبول کنید. چه حسابی نمیگم نمیتونم. خب من اگه زن دارم اصلا زنم قبول نمیکنه، دو تا دوقلو شیر خاره، چیکار کنم؟ چون من طلاقش بدم؟ اون دو قلوها بچه‌تن امیرعلی بچه‌ت نیست؟ چرا امیرعلی هم بچمه؟ ولی خب نمیتونم که زنمو طلاق بدم. کجا ببرمش؟ اگه مادر پیر دارم من اصلا نمیتونم. بله همین مادر پیرش نشست زیر پاش. بی خود حرف نزن. چرا همین مادر پیرش زندگی ما رو خراب کرد. الان برو بهش بگو امیرعلی چیکار کنم. من روز اول به خودش گفتم بشه رو بده خودم. اصرار کرد گفت نه نگه می‌دارم. بله من گفتم. یعنی با این حساب شما میگه بچه رو بپسن بزیستی، شما که قبولش نمیکنه، ایشون هم که میگه شرایطش نداره. بزیستی؟ آقای قاضی بچه من بفرستیم بزیستی؟ از چیکار باز بکنیم؟ بچه من مادر داره، پدر داره. من به شما گفتم نمیتونم نگهش دارم. چیکار کنم؟ میخوای بچه منو بفرستین بزیستی؟ یعنی تو یک ذره عاطفه پدری نداری؟ همون موقع ما رو ول کردی رفتی. الان شما بگی من چیکار کنم؟ آقای قاضی من ولش کردم. من دارم میگم بچه رو بفرست داره بزیستی. کی میگه؟ امیرعلی پسرمونه. خب این پسرت نگهش دار. نمیتونم. خیلی خوب، لطفا ساکت باشید. من چون دیدم شما به تصمیمی نرسیده گفتم ببرانش بزیستی. حالا برای که به نتیجه‌ای برسه من ختم جلسه رو اعلام میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید.
سلام مامان. چرا اینجا نشستی؟ چقدر خاکی شدی، منتظر تو بودم. بریم. شماره دیگری از مجله علمی رادیو ایران رو آغاز می‌کنیم تا با شما از مهمترین و جالبترین یافته‌های علمی و فنی ایران و جهان بگیم. با ما همراه باشید. انسان هزاران هزار ساله که روی زمین راه میره و زندگی. امیرعلی بیا برو بشین. نه من وای میسم شما جستجو در دنیای اطرافش رو آغاز کرد. این تحقیق و جستجو تا به حال اسرار زیادی از گذشته زمین رو کشف کرد. در یکی از جدیدترین تحقیقات دانشمندان زنشم دیدم تو ماشین نشسته بود. هدفون تو گوششه نمیشنه. سیب میخوری؟ سارا چه انتظاری داری تو؟ واقعا چه انتظاری داری؟ ببین من اصلا کار به زندگیت با اون ندارم، ولی واقعا چه توقعی داری؟ توقع داری زنش و دوتا بچه رو ول کنه بیاد امیرعلی رو بگیره؟ چاقو رو بده. کلیانش ببین من قبلا هم به تو گفتم من و تو میتونیم که تو چرا این حرف رو میزنی؟ تو که میدونی من چقدر اینجا غریبم. غیر از تو و امیرعلی که کسی رو ندارم. راه دیگه ای وجود داره؟ اصلا امکان نداره من همچین چیزی رو قبول کنم. امیرعلی از این اخلاقا نداره. اون بچه آزارش به این مورچه هم نمیرسه. خانم بشه شما خاطر یکی دونه میداد گرفته پسر ما رو زده. آقا شما خودت اونجا بودی دیدی؟ اصلا دو تا بچه با هم دعوا کردن. چرا فقط پسر من باید اخراج بشه؟ پسر ایشون هم هست. اجازه بدید خانم بفهمید بیشینه. آخه باره اولش هم که نیست. آقای مدیر همه پیر مادر شاکی هستن. من اومدم پیش شما گفتم بپرسه ما بچه اونو میفرسته مدرسه درس بخونه، نه اینکه کتکش بزنن. شما خودتون چند بار تا به خاطر این قضیه اومدید اینجا؟ بچه شما نمیتونن نگه دارن. خودونم شاکی هستم اینجوری. امیرعلی چرا اینجا واسیدی؟ برو اون برو. متوجه شدید خانم؟ دیگه از دست من خارجه. من کاری دیگه نمیتونم بره بچه شما بکنم. خود دانید. من اینجا یه نفرم با جواب این همه پدر مادر بدم. هزار تا گفت کار دارم. نمیتونم این همه وقت ما بزنم فقط به خاطر بچه شما.
اومدم برای استخاره. حاجی نیستن، رفتن نماز. میشه من اینجا منتظرشون بمونم تا بیان؟ باشه الان میام. سلام. اومدی اینجا چه کنی؟ کارت دارم با هم حرف بزنیم. چطور شده؟ مدرسه طوری شده؟ نه تو خونه نمیتونستم. گفتم بیام اینجا با هم حرف بزنیم. تلفن می‌کردی 1000 تا راه دیگه وجود داشت. چه می‌دونم یه دفعه به خودم اومدم دیدم اینجا. خیلی خوب بیا بریم اونور تا اینجا خودتون حرف بزنیم. برو بریم اونور. بیا من یه دقیقه الان میام. باشه. امیرعلی باید درس بخونیم مامان. باشه؟ خب؟ آفرین پسر.